این یک مرور سریع و خودمانی از 4 مرحله فوق‌العاده معنوی در تفسیر شهادتین است. میدونید این عبارت اصلا فقط یه قانون خشک برای ورود به دین نیست، بلکه یه جور نقشه راه روانشناختیه که قلب ما رو از یه اطاعت ظاهری به اوج عشق و رهایی مطلق میرسونه. خب، اول از همه لا معبود الا الله رو داریم. یعنی هیچ معبودی به حق جز خدا نیست. این در واقع پایه مسیره. آخه میدونید فقط این که قبول کنیم خدا خالقه که کافی نیست. تو زندگی روزمره این یعنی هر قدرت کاذب یا همون طاغوت رو توی جامعه پس بزنیم و واقعاً به دستورات خدا عمل کنیم. دوم میرسیم به لا مقصود الا الله. یعنی هیچ مقصودی جز خدا نیست. اینجا دیگه از عمل ظاهری میریم سراغ خلوص نیت. یعنی باید ببینیم واقعاً موتور محرک ما برای کارها چیه. برای تمرینش قبل از هر کار خوبی چند ثانیه مکث کنید و انگیزتون رو بسنجید تا از شر اون نیاز به تایید دیگران خلاص بشید. سوم، لا مطلوب الا الله، یا هیچ مطلوبی جز خدا نیست. به نظرتون ما تو دعاهامون فقط دنبال کادوییم یا خود کادو دهنده رو میخوایم؟ سعی کنید همتتون رو بالا ببرید. یعنی حتی وقتی دنبال پول یا درس هستید، نیت کنید که اینا فقط وسیله‌ن، نه هدف نهایی. و در نهایت چهارم، لا محبوب الا الله، یعنی هیچ محبوبی جز او نیست. این قله مسیره، جایی که سختی‌ها دیگه بدشانسی نیستند، بلکه یه آزمون از طرف یه دوست مهربان به حساب میان. واسه رسیدن به این آرامش، خوندن با دقت قرآن، یاد مدام خدا و یک کم خلوت شبانه معجزه میکنه. مسیر توحید با یک کلمه روی زبان شروع میشه، اما رسالتش تسخیر قلب شماست تا عبادت براتون بشه شیرین ترین پناهگاه زندگی.